من دختر ایرکا کلان شدگی در شوهرم در پدرم در امکان در همم من گسپاژه برایم کرد. چی برای شما ملهم شده میتونه؟ برای من دودوی بسیار لبات تعمیق کرده نخوانو لباسای تیتو پیت نپوش. هم همون شب مادری من نقصتر دوست داشت. از مادر دیومون شبنم انتخاب کردن. سرچم ولی میخونند هم کار میکنند در امارات عرب در دبی. دخترچم ولی مکتب میخوند. یک بار هشتا کشم کرد گشتن نگاه میکنم میفهمند که این اینقدر هم خودتون خوش رو هم سخنتون و هم تبسمتون عاشق داشته تا آخر برنامه برآمد. امروز مهمانی آزیا پلیوس پروانه تاج‌الدین رو استقبال میگیریم. خوش آمدید. پروانه بانو خوش آمدید به استودیوی رادیو آزیا پلیوس. از دیدارتون بسیار شاد هستیم. بسیار زیبا. چهره‌تون گل، در پهلویتون گل، خودتون گل، یک خنده کنه گل. سلامت باشید، زنده باشید. این از زمزمه‌های زیبای پدر عزیز و بزرگوارش ما بود، یک خنده کنه گل که از مشهورترین لگند میگم خیلی عجیب و زیبا بود. امروز برای شما فکر میکنم لحظه‌های بسیار خاطرمان و همان لحظه‌هایی بود که با پدر بودید و یاد می آوردید. بله، امروز تشکر زیاد که شما ما را دعوت کردید به افیرتان. چون من همین وقتی که تو راه میبرم داخل ماشین فقط صدا میدم، گوش میدم رادیو آزیا پلیوس، رادیو همصدا، دیگرم صدا بسیار گوش میکنم. تشکر زیاد برای شما خوب قید کردید که امروز 2 فوریه روزی تولد شادروان پدرم بزرگوارم هستند که امروز مولدی بزرگ دارن و اگر که زنده و حیات میشدن به 75 قدم میموندن. تاج‌الدین محیدینوف، این نام تا حال در دل دیده های مخلصان اشدی انسامبلی استرادی گلشن جاودانی است. از فرزندان پدر شما انتخاب کردید و باز کی ها انتخاب کردن راه صنعت رو؟ از مادر دیومون شبنم انتخاب کردن. بهترین. خب با اونها مناسبتتان چگونه است با خواهرتان؟ مناسبتی از خودش پرسید بهترش. نه رفته و میکنید مقصد. این بیاد از خودش پرسید. دعوت کردیشه این از خودش همین سوال از خودش کنید. نه من میخوام که شما پرسید. من در بسیار برنامه‌ها در بسیار و یا گفتگیم دیگه نمیخوام گفتن. من میخوام که از خودش پرسید. سوال به هوای خودش چیه؟ در فکر من نبود حافظگی کردن. من یک زنی تجارتکار هستم تا حاضرم. مثلا فرزندم بزرگ شدن. کی سرود خوندید؟ و من از اولین کودکیتون میخوندید؟ از اولین کودکی و چیزی که جدی 1 سال 1.5 سال شد. برای همین و فرزنده بزرگ شدن. بعضی ها دیر معلوم میشوند در حقیقت. دیر یک بار یک ستاره بانی لب بکرده میبره. بله من فکر نبود درستی گفت در اینجا دست دارم برای در این راه رفتن من. رجب احمد شما که خوب میشناسید، رجب علی احمد برنده شناخته است، پیش سفینه کار میکردن. دلواری میزروب پرودوسری بسیار یک بچه‌ای با سواد، بچه‌ای با تمکین همه خیلینا با همینا من بسیار ما دوست بودیم، ما رفیق بودیم، ما بله ما دوست بودیم، رفیق بودیم. همینا یک جا میشیشتیم، یک شوخی میکردیم، یک سرودخوانی میکردیم، یک کاراوکه میرفتیم دیگه. همین سرود در آغوشت میمیرم، همین نگینه هم فقط در کاراوکه دوست می‌داشتم سرودهای خواندن. این بعد نه تو میخونی بید من روز دید من دیگه خواندن من بچه‌ام کامش دیگه نه گفت تو میخونی. خیلی باشه. یک تا سرود همه خیلی برای دیری همونا ما رفتیم ضبط کردیم، رفتیم یک تا کلیپ کردیم در کوخ سروش. من فکر نکردم که وقتی این کلیپ میبراید یک خیلی اجتاش چه میشد بینش دیو یک دیگه اینجا برآمده. پس یک هفته پس من توی دعوت میکنن 3 ساعت توی کی تو 8 سرود داری. باز یک ستاره دیگر پروانه تاج‌الدین داریم و افتخار میکنیم. و گپ سر اون است که شما در صحنه آنچنان به قول جولان دارید که گویا که چندین سالها 20 سال در صحنه آنچنان که خودتان گفتید آنچه با شیر آمده است و با جان در آمده است با جان میرود. بله اون چیزی که در خون هست و چیز مثلا در زندگی من هم در زندگی آزادم، در زندگی تربیت خوب گرفتم، شوهر خوب داشتم، پدر خوب داشتم، مادر خوب دارم، عمکای خوب دارم. من که مثلا
هم سوالای مردانه قطعشان شش خیز میکنیم صحبت میکنیم هم زنانه و همه چیز. به همین خاطر فکر میکنم که آزاد بودن من در زندگی که آزاد زندگی کردم به همین خاطر در روی صحنه هم زیاد تنقیصی نمیکشم برای برآمد کردن. از اودش برآمد. یعنی گوش میکنیم یکی از زنزم و مرحمت. ترک یاری کردی و من همچنان یارم تو را. ترک یاری کردی و من همچنان یارم تو را. دشمنی جانی و از جان دوستر دارم تو را. دشمنی جانی و از جان دوستر دارم تو را. سرودی پدر خانم بهتر بود، یادم نرفت. سرودی خودم یادم رفت بود. سرودی پدر خانم. عموما درباره صدایتون اینقدر نفری که عموما گفته صدای 1.5 سال شد، برای 1.5 سال در صحنه برآمدن ایجاد کردن خیلی درجه عالی است. اینجا چند SMS پیام ها با ما ارسال کردن. من با احترامی خاصه یک به یک آنها را به شما میرسونم. دینیس نوشتن، دینیس محمد شایف. خب دینیس نوشتند که السلام علیکم، با پروانه جان میخواستم از نام تمام مردم فارسی زبانان ایران، تاجیکان، افغان ها سلام رسونم. مخلصان این کس در سانکت پتربورگ خیلی زیاد هستند و با این کس برباری میخواهند. سرودهای نو رو انتظار هستیم. کلیپایشان رو تماشا کردیم، برآمدهایشان رو تماشا کردیم، برار موفقیت گفتند. خب سانکت پتربورگ شما چند وقت در منطقه گوناگون بودید بعدا؟ نه، من در روسیه هیچ وقت نبودم. یک بار بودم در روسیه، دیگر رفتگی نیستم، ولی در خارج زندگی میکردم. چه در ایران، در امارات عرب، در خارج طرفای اروپا خانوادگی که زندگی میکردیم این طرف اون طرف میرفتیم. روسیه نرفتم، که میخوام رفتن. چند سال بودید که اویله دار شدید شما؟ 20. بله. نفری که انتخاب کردید از کدوم ساحه بود؟ چی بود؟ تجارت، همون خودتون هم با تجارت بیشتر شغل داشتید؟ کورس سر کردید؟ یعنی که من اینستیتوت میخوندم. کجا خوندگی هستید؟ زبانهای و فاکولته زبانی روسی و между прочим журналисти. در کدوم دانشگاه؟ تپریال. بهترین. خب بعدا محبت بود بین شما؟ از اون طرف بله. خواستگاری اومدن؟ بله از اون طرف. شما میدونستید دیشکا اون کسا؟ خیلی تبار بودیم ولی. ها بهترین. عینان صاحب چند فرزند هستید؟ 2 فرزند. 2 فرزند، پسر دختر؟ هم پسر هم دختر. بهترین. نامشون چی؟ امیر جان. آقا کلون شدن؟ ولی اویله دارن؟ نه حالا نه. اكو ان شاء الله سرچم گلی میخونند، هم میخونند هم کار میکنند در امارات عرب، در دبی. دخترچم گلی مکتب میخوند. دخترچم ما اینجا صنف 5 شد آوردم به خاطر که زبان تاجیکی گم نکند. مثلا رسم و رسوم آیینی تاجیکی ما گم نکند. به این خاطر آوردیم تاجیکستان. مانده مکتبی لیسه نزدیک پرزیدنتی. تشکر زیاد به جناب رهبری دولتیمو و رئیس شهر که یک مکتبی خیلی مکتبی با سوادانه که مثلا دخترچه من عذاب نکشید با زبان انگلیسی اومد اینجا. بین 1 سال اینقدر معلمای خوب دارن که 1 سال زبان روسی و زبان تاجیکی خوب یاد دادن و حالا مثل همون انگلیسی زبان تاجیکی روسی هم در سطح عالی صحبت میکنه دخترچم. بهترین. دوستان عزیز شنوندگان گرامی، قدران نفرانی که با ازیا فریوس هستید و همگان کیفیت بالی در تمنا میکنیم و اینجا پروانه تاج‌الدین بانوی خوش صدا از دیده ما همیشه زیبا با ما هستند و اینجا یک به یک SMS هایی که برید شده است بس همه شما میرسانیم. خب السلام علیکم، مهربان روزتون بخیر باشد. پروانه رو باری اول شنیدم، بسیار خرسند شدیم، برایش برار موفقیت میخواهم. سفر علی نوشته
навиштанд. Саломат бошад. Аз Бухоро салом мегӯям. Парвонаҷон, рӯҳи падар шод бошад. Мо дуогӯй ҳастем. Устодро бисёр дӯст медоштем. Меҳмони хонадонашон шуда будем. Бо ҳонка суҳбат карда будем. Ёд кардед. Бисёр хушҳол шудем. Гуфтанд Зулхумор. Инҷо шунавандаи дигарамон Раҳимҷон навиштанд. Ассалому алайкум. Парвонаҷон, шумо бисёр хоксор, самимӣ, меҳрубон ҳастед. Аз суханронетон маълум аст ки мактабро бисёр хуб хондаед. дар идома бароятон барор мехоҳем гуфтанд. Таҳмидан навиштанд. Салом Азия плюс. бисёр хурсанд шудем. Апаи Парвонаҷон саломат бошед. мо албатта шуморо ба خب اینجا دوام اسمسشون معلوم است. خب تشکر زیاد سلامت باشه. اینجا شهناز نوشتن السلام علیکم اپای پروانه جان سلامت باشید صداتون شنیده بسیار خرسند شدیم هیچگاه خسته نباشید اپا جان غم و اندوه درد تهمت مگر در حیات شما بود گفتن همه خیلی روزها در حیات انسان پیوسته یک روز خرسند باشد یک روز غمگینی از پسش میاد اگر غمگین باشد روزی خرسندی هم میاد همه خیلی لحظه های بود که مثال براتون رقت آور دردناک بود همچون زن مادر برای در زندگی به غم دنیا خودش آفریده با جمع و تر یعنی که یک جا اگر تر شد یک جا دیگه جمع است معنیش چی است یعنی که پلوس و مینوس معنیش این است که یک جا اگر مثلا امروز خرسند باشی حتما یا فردا یا شب یا پس فرداش با یک آدم یک ضیقه میبیند یک غم میبیند غم کلان بزرگترینی که در حیات من رخ داده این دو بار غم دیدم که یکیش از دست دادن پدر خیلی جوان و دوم برادری بزرگیم وقتی که در لحظه‌های استرس بازن اومدن اویلا یا زخم میشود اون لحظه‌ای میشود که غم کی میشود از همین حالت‌ها خودتون رو چخیل دور میکنید من چی برای شما ملهم شده میتونه برای من دو بزنید درآمده من باید حتما یا با تلویزیون جنجال کنم یا با تلفن جنجال کنم یا با تریزای با یگان تخت خواب با یگان چی کنم از همه چی ناراضگی میکنم با همه چی دعوا گپ حرفام میگم نشود که چوینی که پیولا تمامی آشپانه تمامی تایید نمیشکنم یا پول میستم نمیشکنم بعد آخر بعد میکنم بعد تمام بعد برام میرم بعد من میگن که جنجال میکنه دعوا میکنم نه من جنجالی نیستم من مدل گپ داریم همه خیلی مدل حرف زنیم یعنی بلند صحبت میکنم خاراکتر خصلت من همینه با یک بانو شناسمان صحبت کردیم گفت بسیار شوهرم مرا حقارت میدهد بسیار جنجالی است فقط در خانه ما همین خیلی هست همین خیلی حادثه رخ داد به همین چیز قریب که عادت کرده رفتم اون گپ سری اون است که گفت یک روز از کار همین خیلی رفتم که باز سر کردنی شد فلان گفت که استاپ خاموش گوش کن من گرینی مانده شدگی از یادم خوب میکنم دم میگیرم میخیزم با جنگ ادامه میدم همه که والا تو شدگی هست یعنی که مناسبت و همسری حیاتی نه من خیلی آدم احترام میکنم خیلی گوش میکنم مثلا یک روز یک مدت یک سال در کار شود من برای که از آدم خواهد از خودش دور کردن خیلی باید جنگ کنم یک سال دو سال سه سال بسیار طاقت میکنم بعد یک باره همین یک ایکسا بالاش با میمونم میگم بیا دادر تو برادر نشدی را قفای زندگی یک عمری که خداوند همه یک بار میتید مثلا برای چی یک کس باید از زندگی پیدا شود بیاد همون زندگی تیه با استرس گذراند با دیپرسی گذراند من دختر ایرکا کلان شدگی در شوهرم در پدرم در عمکان در همم وقتی در زندگی من اگر یکان همین دوستو پیدا شوند یا رفیق یگان نفری که من ببینم که از وی من اذیت میکشم اذیت میبینم و من استرس میگیرم من بهتر استراحت میکنم که از همون آدم کنار گیری کنم برای شوهرتون هم ارکایی بد بله بهت من گاسپاژا برایم کس گاسپاژا ما میگفتن من سوپر لیدی بله گاسپاژا بهترین خب همه خیلی هست بین خودتون یگان چی میگه کد رمزی که مثلا عموما شوهرتون رو چی گفته فریاد میکنید با نامشون چی نه اصلا نام نمیگیرم اصلا عموما مثلا همین یک عدد دارم که من چه گم هشتگ میگم با هشتگ یک از اون طرفی راه های مثلا یک اونجا اگر 1000 بار نام شد میگیرم مثلا نگاه نمیکرد یک بار هشتگ کشم اگر گشتن نگاه میکردم میفهمم که این من
سیری پرونده تو چیدین هنگامی فریاد کردنی شوهرشون با هشتگ از هشتگشون 10 بار اگر نامشگم نگاه نمیکرد. اصلا عاشق همه هشتگ شما با بله. بله. پروانه جان یک تا هشتگ کشید میگه. آکا بخموده همینجا. هزار بار. بسیار چقچقی هستیدم با هم دیگر. خیلی دیگر فهمیدن اویله شما دویم. در یعنی که ما از بس که جدا هم که شده ایم ولی ما دوست رفیق موندگیم. هر روز بله هر روز تلفنی صحبت میکنیم، هر روز مثلا ویدیو زنگ میشد، ویدیو میشد، با بچه‌ها صحبت میکنند. یک جا اگر خطا کنن می نویسم استاد از اینجا یک بقال توش که بوزی میکنم انا اینجا گوش نکرد، اینجا این خطا کرد. بابای نمیگه که مثلا مادر تی فروخت یا از دیگر جو مثال و مسئله آورده توغری میکند که اکو فایده آدمی دانا با فرزند برونگی پرزید کنه. بعد تلفن رو میمونه دخترچم میگه که اتام ده نویستی زود میفهمن. میفهم میگه وای پروستا تک من این گپای نمیگه، دای من این مثاله نمیبرد. گفتیم ای من قطعی اتاد گردن چیکار دارم دختم ده اتاد رای ما نمایا میگردن کارکردگی رو میگردم. یعنی که گرچند دور از شما هم باشن هم دویمو در تربیه فرزندان سهم می‌ذارن. در تربیه فرزند 24 ساعت هر وقتی غذا خوری، وقتی هر درس تیار کردن، وقتی هر کاری که میکند زبانان میده. در 10 بار شاید 16 بارم زنگ زند بچه. مادری سختگیر هستید خودتون؟ من بله من مثلا دختری شوخی، دختری من روسا میگن چیزای پرازیک، من همیشه آدم ناز نمیبینم قشقاق و ناز نمیبینم کسی خونه ما میگه قشقاق نکنید مرونتون قطعی من شدید خندش خودتون نکنید خرید سر کنید خزرید نمی در خونه تو مدلش قشقاق کلانگی خوشینی من ناز دیگه در خونه من سختگیر، در خونه من در فرزندم بسیار سختگیرم. مثلا از من فرزندم بعضی هم دوست رفیقم قطعیشون هم سخت گیرم. اینه که من دوست کشام که هر کار که خواهد پیش من دیگه کردن گیره یا که من در پیشی وای نی هر چیزی که من میکنم وای پشتی در میموند که فرزندم نبیند. نسبتی هنرمندان عالم شو بیزنس اومن چگونه مناسبت دارد؟ آنها چگونه مناسبت دارند؟ باید چه خیلی باشد همین فضا برای شما از دید و نظرتون؟ فکر میکنم تو حافظه شدن من قطعی همه اینا دوست رفیق بودم، ولی خانه‌دار بودم، شوهردار بودم که من در امارات برای همین حافظه خودمون، برای موزیسای خودمون که رفته در اونجا مونده بودن، درگیر شده بودن، من به خاطر اینا اونجا کلوب شده بودم، کلوب باز کرده بودم. من حافظه و اینا بسیار دستگیری میکردم به خاطر پدر. فکر میکردم که اگر پدری من زنده می بود در همین حالت میافتاد شاید که من خیلی میمون گفتد دلتنگ میشدم. و همین حافظای و خواننده‌های و مثلا همین موزیکانتای بسیار وای میکردم دستگیری میکردم. توزم دستگیری میکردم. تو همین 1 سال پیش یک دیگر عالم بود، دوست و رفیق همه چیز. اگه ما داخل شو بیزنس خودش شدیم، داخلش که آمدیم و وای شدیم یک کم دیگرگونی اون چیزی که من از بیرون همچون دوست میدیدم مثلا ما میشتیم یک جا نان میخوردیم و نان و نمک خورد دیگه بودیم. حاضر دیگه وقتی داخل در آمدن یک چیزی دیگر هم احساس کردم، یک کمک سختگیری و کمک کانکورنت بود. نکی بعد استفاده فکر کردم اول روزای اول زیق میشدم، بسیار خفگی میکردم، ناراحتی میکردم، زیقی میکردم که برای چی ما که دوست بودیم قصا اینو باید من دستگیری کنم که من نه مثلا سر کردم نه من یک تا سرود خوندم. اینو من فکر میکردم که من روز اگر سرود خونم دوستای من همش عیش و بیزنسن، همش خواننده، همش حافظن و همش برنده و چرنده گفتی قول جواری من برنده و چرنده. اینو من از 4 طرف دست که دیگه من دستگیری ندیدم، من تلکده ندیدم و دستگیری ندیدم. انا همین زیق شدم راستی گپ بچی زیق شدم. انا حاضر دیگه گفتم راست که من اونایی که نه 1 سال 1 سال من 20 سال که حافظگی نکردم 30 سال بالای صحنه نبودم. در وقتی بین 1 سال وقتی من برم اومدم 2 ماه 3 ماه وقتی من برای اینو برای وقتی من کانکورنت حساب کردن پس من یک چیزی بودم در حیات. پس من یک داشتم که پس من تونستم یگان چیز از گفتی روسا که زد سپید کرده که من همچون دیگه دوست نیه همچون کانکورنت دیدن در روی من روی کانکورنت دیدن. برای من و یا همون دوست موندگیان همون رفیق موندگیان خودش هم یک کمی وقت گذشت ای باین با دیدن که من دیگر نشدم، همون پروانه‌ای که بودم همون موندم. برای این بود دوباره همش برگشت با اومدن و بود همون صحبت‌های رنگ قبلی و پیشینه و گفتگوهای پیشینه.
من تمنا میکنم که بگذار دوستی مهربانی بین همه حافظان ما باشد و دائما پروانه زیبای و محفل‌آرای همه عزیزان باشد. سلام باشید. چند اسمسی دیگر است اینجا میخونم. خب پیرو جان نوشتن السلام علیکم. اپای پروانه رو باری اول شنیدم، اینقدر سخنرانی خوب دارند، پرمضمون و خیلی خندیدم. هم گفتن سلامت باشه، تشکر زیاد. اینجا نفر دیگر گفتند عزیزم السلام علیکم، اپای پروانه شوهرتون چگونه مناسبت میکنن وقتی شما صنعت رو انتخاب کردید؟ گفتند ما با شوهرم الان یک جای از زندگی نمیکنیم، ما مثلا جدا شدیم، ولی وقتی که ما زندگی میکردیم و بچه دار بودیم شوهرم خودش میگن که برآورد من که پول پیش من مونده، گفت که همین در آشخانه بسیار سرود میخونی، وقتی وای غذا پختن وقتی وای کردن بسیار حافظی میکنی. من بچه‌ام این پول گیر یک سه چهار تا سرود ثبت کن در دلت آرمان نمونه. بسیار من همون شب روزی وقتی شوهرم کردیم بودیم من بسیار وای که دستگیری کرده بود که سرودای وقتی ضبط کردیم در استودیو زاپیسی فرزین در امارات. همینا گفت کلیپ کن، همینا ثبت ویدیو کن، پارتو راو در دلت هست، من میدونم که در استخوان هست، در دل هست، راو خون من ته اجازت میتونم. گفت خودشون دیدن چی گفتن؟ نگاه چی گفتن وقتی که کلیپ های شما برآمد های شما برآمد؟ که میگن که بچه‌ها کلان شده ای همین چیزا تیت و پیت نپوش. برآمد خوشرو میگه، بسیار خوشرو، همه چیز خوشرو، همین بسیار لبات همین خیکده نخونو، لباسای تیت و پیت نپوش. من خب کن این من حالی هم دوست می‌داشت رشک. محبتشون سخت است؟ حالی هم محبتشون سخت. زور بهترین. خب اینجا شیرالی نوشتن السلام علیکم با آسیا پلیوس. ابای پروانه جان سلامت باشید، خوشبختی های زندگی نصیبتان گردد، بخت و تخت فرزندانتون رو بینید. گفتن خب اوچا نوشتن السلام علیکم پروانه جان در نامت مورم بچم زنده باشی، پدرت امروز خرسند کردی روحش سلامت باشی، با مادرت سلام گفتن سلامت باشه. خب فرهاد جان نوشتن السلام علیکم آسیا پلیوس، اپای پروانه رو دعوت کردید خیلی خرسند شدیم، بخت اقبالشون بلند باشد، ارزوازی فرزندان رو بینن. گفتن رانو السلام علیکم از شهر خوجند شنیده ایستادم، پروانه بانو رو باری اول شنیدم، خیلی خوشحال هستیم. درباره مادر شعر سرود یعنی ایجاد کنند. گفتن البته ایجاد ها با فکرم در پیش ها ما هم یک درست قبل یک دو تا سرودای بناو برای از پیش شورابینیو بسیار است تیار کردیم، ثبت کردیم. یک تا سرود برای وطن حاضر تیار کردیم با همراهی بیژن جان، بیژن سغدیان که سخناش پدر این کس نیستن، دست نیستی قلمی پدر این کس هستن. برای ثبتی برای تیاری چی میگن لایریک پایریکش برای همینا دادگیم. یک تا سرودی مادر برای میخوام خواندن، از بس که مادری من در قید حیات من بسیار سرود پیشنهاد میکنن، همین شاعروش نویسنده‌های تاجیکم زنایم بسیارش درباره مادرایی که درگذشتن، مادرایی که مثلا از دنیا رفتن سخناشون. بعد من میگم که الحمدلله مادری من زنده هستن، مادری من قید حیات هستن، من این حسیات حالی ندارم، حسیاتی مادر از دست دادن من ندارم. من با این احساسی که مثلا آدم اون نفری که مادرش از دست داده میتونه با اون حسیات خواندن و اون سخنای در گوشی شنونده جا کردن، من نمیتونم جا کرده، برای که مادری من زنده ای. من حالی خدا با شکر بگذار که 100 روان مادری من. به همین خاطر من میخواستم سرودی پدر ما توضیح دادیم برای تیار کردن برای روزی زنان 8 مرد خوش روز مادرم، همین حاضر تیار کردیم. خواستم سرودی مادر چون که برای مادر زنده خواندگی. بله از ترانه‌های بسیار مشهور. بله سلامت باشید، بسیار خوش روز خواندگی، اینقدر هم خودتان خوش رو و هم سخنتان و هم تبسمتان. عاشق نشید تا آخر برنامه دلم برآمد، تا آخر برنامه عاشق نشید دلم برآمد. خب همون لحظه‌ای که دکتر اگر بیاد بیاریم اینقدر پدر با کارهای هنری بند هستن و به خانه می اومدند و ما اهل هنر می اومدن، چه خیلی لحظه ها بود. یک لحظه های عجیب بود. یک عمری کوتاه دیدم پدری من، یک عمری کوتاهی که مثلا شما در اون کس در سن 46 47 از دنیا گذشتن، ولی در همین عمری کوتاهشون اینقدر زیاد مهر محبت، اینقدر زیاد تربیت، اینقدر زیاد به ما تمام چیزی که پدر تا 80 سال برود اگر به فرزند بدهد، در عمری کوتاهشون پدری ما همین چیزا به ما دادن. و وقتی که حافظه و خواننده میاد برای ما مثل چی بود بگم که مثلا یک فکر میکردم که برای ما فکر این نبود که حافظ اومده و یک مثلا ستاره شناخته اومده این اومد، نه، برای ما دوستای پدر بودن.
ما برای ما همچون یک دوستی پدر بودن می آمدن. خدا رحمتی بیبیمون مادری پدرمان بسیار زنی دسترخواندار بودن، همه‌شان عمر زیای بهادر نیمت خرما شیرین که با پدرم بسیار توی عروسی میرفتن یک جای می اومدن. بیبی من با اونو شکرها با قروتاب میکردن، تو پاکشکی طبقی می اومدن از در میدارن که اوچه و پدرم دادم هستن نیستن در خونه و یا می اومدن اوچه ما اومدیم شکر تیار کن، اوچه ما اومدیم فطیر مسکت تیار کن. ما کودک بودیم همین چیزا میدیدیم، فکر میکردیم که دوستای پدرن. فکر ما مثلا چی نبود، فکر ما قلبکی نبود است، فکر ما دروغ نبود. یعنی اینقدر و یا دوستی خوب بودن بین حافظا که فرق داشتن از حافظای حاضر قدیما، که اینقدر دوستی بین یک دیگرشون دوست بودن که ما فکر میکنیم که دوستن اینا، نه که همکار، نه که مثلا کانکورنت. به همین خاطر یک لحظه های بهترین شیرینی حیات با پدر گذراندیم. خداوند به ما همین نصیب گردوند که ما همین چیز روزا را دیدیم. مومی صاحبی چند فرزند هستن پدری شما؟ 7 فرزند. بله، تاجدین مویدین 7 فرزند دارد. 3 دختر 5 تا پسر. 3 دختر 5 تا پسر. پسری کلانیشان گذاشتن، جوان گذاشتن. 31 سال گذاشتن از دنیا. گفتید پدرم جوان گذاشتن. بله. سبب چیست؟ چگونه گذاشتن؟ ما نسل جوان هستیم، برای ما نقل کنید. اون کس همین سالای بعدی، سالای یک سالایی که هزار بار شکر که حاضر دیگه این چیز فرزندای ما نبیند. مثلا یک کودکی هم که بود ما دیدیم این روزا را. وقتی بعدی جنگا بود دیگه یک نمیدونم فکرم خستگی شدن آدمایی که هر روز مثلا شما با هلیکوپتر ورتالیات با ماشینا میبرن در خانه و میبرن احترام و دیگه مثلا پیش حافظا کم بودن، ستاره کم بودن که میرن یک بار جنگا شده اینا شده یک سال در خانه نشستن دیگه، نه توی نه مرکه. اینا مردم اهل هنر بودن، از همین چیز قفا موندن. فکر کنم خستگی کردن، زیقی کردن، کسل قند شدن. همین کسل قند اینا بین 1 سال از بین برد. شما در همون لحظه ها بوده؟ بله روزی یک روز قبل از این یک جای بودیم. فرداش روزی باید رمضان بود، 9 ینور بود، باید رمضان میشد. شب و یا برادرم هم برادری که از دنیا گذاشتن و یا وای کردن حصار بردن، خانه‌شان بردن. شب وعده کردم که فردا میبیایم، فردا هممون یک جا روزی رمضان یک جا میشیم. شب رمضان گفته که صبح اینا از دنیا گذاشتن. چه ها میگفتند؟ خاصتا برای شما چه سخنهایشان به گوشتون تا حالا صدا میده؟ تا راستی گپ گذاشتن 27 سال میشد این سال که پدر من از دنیا گذاشتن، ولی اینقدر تاثیر بخش، اینقدر تاثیرناک تربیت دادن، اینقدر تاثیر بخش سخنان میگفتن که تا حاضر هر یک سخن، هر یک کلمه، هر یک نصیحت و وصیتی که کس کرده بودن، هر یک لحظهش حتی چی پوشیده بودن، حتی در کدام حالت نشسته بودن و این حرفای با مثلا فرزندان میگفتن، مثلا با من میگفتن، هر کدامش در یادم هسته. مثلا روز که میرفتن در معرکای مردم بودن، در کنسرت دولتی بودن اشتراک میکردن، مثلا گاسترولو میرفتن شهرهای دیگر خارج، ولی شب حتما تا 3-4 شب حتما می نشستن، حتما نصیحت وصیت از دینی هم از دنیوی هم که مثلا اینجا این است، اینجا این است، این است. از همه هر یک سخنایی که در زندگی باید چیکار کرد، در زندگی مثل مادر باید چیکار شود، اگر پسر باشد مرد باید چیکار شود. زیادتر دختر رو نصیحت میکردن که دختر میگفتن دختر این پر شکسته است، این یک پر شکسته است. میگفت برای دختر همه وقت شوهر، برادر، پدر بالای سر بودن این حتمیه. میگفت این باید باشد. مرد نمیشکنه اینجا. و همین خاطر تا ساعت 3-4 شب صحبت میکردن، میگفتن خیلی یوش بودیم، جوان بودیم، کودک ده میخواستیم خواب کردن، خواب من میگریف دادا رویم خواب رویم. بعد میگفتن با همین زبانی که پدر نواد حالی سخت ساعتش میبیایه، همین نصیحتای من، همین ثابتای من در کار میشه در زندگی، اون وقت شما من نمیابین. بعد حالا میشینم بسیار وقت با برادرم میگم، برادرم هیلالی نام دارد، میگم که هیلو اگر همین زمان، همین سن سالی که الان داریم، حاضر داریم، همین سن سال بودن پدر برای ما بسیار حتمی بوده است. جوانی دیگر است، 20 دیگر، 30 دیگر، وقتی آدم 40 میشد، از 40 میگذرد، بودن پدر، بودن مادر برای آدم حتمیه. مثلا حضور و در چه حالت میشه
میشینیم صحبت میکنیم موی سرشون چقدر سفید میشد اگر میبودن حاضر، ریششون چقدر سفید میشد، اوژنگوشون چقدر میشد، قامتشون همه خیلی راست میموند یا خم میشد. چی نصیحت میکردن در این زمانه و یا آدمی زمانی شوروی بودن، زمانی که موبیلیه مثلا مبینی وریم میگن برای حاضرانگی جوانو. در این وقت و یک فیلسوف بودن پدری من و هم مثلا میگن که حافظ، باز میگن که ای حافظ خواننده، نه، پیش از همه و یا پدری خوب بودن، فیلسوف بودن، ادبیات شناس بودن، زباندان بودن، تاریخ شناس بودن. اینقدر همین با سواد بودن که مثلا هر یک سخنشون اون کس به شعر و به متن و به یگان ضرب المثل و به مثل گپ نمیزدن. حتی اگر داخل اگرات هم میشدیم مثلا یگان یاد میدادن میگفتن این کتیزم و وقتی وکید من میزنی تو اون چیزی که میخوای وایسا نمیگیری، مهنت کن، تیشه معده کتی و اون وقت میتونی که میوه شیرین گیری، وقت میتونی که ملینه شیرین گیری، مثلا تو کارتوشکای شیرین گیری. گفته همین سخنای میگفتن هر کدوم یک سخنی همین پدر حضور در همین زندگی بسیار برای من یک کمک میکنه. رفتار با آدم، مثلا میگفت که با آدمی که سواد ندارد بچه میگفت هیچ وقت زندگی نکنید. همین آدم ببین که سواد ندارد بابا قطعا نه تجارت کنید میگفت نه زندگی کنید، چون که در زندگی بسیار خستگی میارد آدمی بی سواد. همین چیزا نگاه میکنم، همین گپا همش صد فایده راسته. برای همین روشن شد بود. هزار بار شکر که من فرزندی همین آدم هستم. بعضی وقت میشینیم میگیم برادرم کتی میگیم که خیر نکن، تصور کن که حوزی فرزندی تاج‌الدین محی‌الدین نیو، فرزندی مثلا یگون قدردین میشدیم، یگون صبرالدین میشدیم مثلا هیچی نامی پدر میگن که پیش میفتن که یک وای بود که پشت نامی پدر چی میگردی نامی خود رو مثلا باید بسازی. همین چیزا حاضر در همین سال و زمانی که حاضر مون داریم، شاید سالی که این حرفای گفتگیان همون شاعر شاید همون وقت دیگر بود، در همون سال تغییر میاد. در این زمانه ما عصری ما همون سخنات تغییر نمیبیاید هیچ وقت. من این چیز در تجربه زندگی آموختم که مثلا اگر من پروانه قدردین میشیدم، من در بین یک سال همه نمیشناخت، شناسایی تیز نمیشد. من نامی پدرم بود که من شناختم. نامی پدرم ها کی بود؟ کی پروانه تاج‌الدین؟ کدام تاج‌الدین محی‌الدین؟ تاج‌الدین که ایسا نمیخونه، یک خندگل دو بار با میرن روی سرودای پدر گشته، بعد میگن که این دخترش بوده، این دکی مانند باشه، قدش به کی مانند، آوازش دکی مانند، راه و رفتار زندگیش چه خیلی باشد، این چند فرزند داشته. همین هیجانی هست که هر یک مخلص ده، هر یک خواننده مخلص چه داره. مثلا پدری منم مخلص زیاد داره در تاجیکستان. بسیارتر نامی ما بالا رفتن از پشت نامی پدره. میگم پشت نامی پدر چی میگم؟ نه، گشتن در کار پشت نامی پدر. افتخار کردن در کار. هیچ کس نگوه که ما خودمون شدیم، این خیلی نیست. نفر زنده است که و از سرودهاش همون گفتاراش همون یاد و خاطره هاش در دل دیده هست، به مردم به زبان میارن. این نفر اصلا زنده هستن. مرده اون نیست که و خودش نفس کشیده است و هیچ کس پروای او رو اصلا ندارد. من فکر میکنم اون کس همیشه جاویدان هستن، همیشه زنده هستن. و همون وقت هم همین سرودها رو خودتون مایده چه باشیدم زمزمه کرده؟ بله، سرودهای من یک بسیار ارکب بودم، در دادم بسیار دختری ارکب بودم. مثلا اگر خواهر ما یک تاش یگون همین خواهرای وای میموند تخلص داشتن، هر کس دادم یک با شیرینی با خرسندی یک بچه تخلصشون میگفت. تخلص من اوچاجان بود. اوچاجان میگفت بعد بیبی می اومدن و میگفتن که من اوچاتم، من تیا تولد کردم، من تیا تاج‌الدین برو آوردم، تو این یک اوچاجان. میگم من ای دوست داری شما دختر ما اوچاجان، میگم نام شما کسی که نه مادر خفه شود نه فرزند. بعد همون بسیار که ارکچه بودم، مثلا نزد پدری من هر کس در اومده شیشه نمیتونست. شما چند فرزند شد؟ ما فرزندی کلانیم. کلانی شد دیگه از همه ارکا؟ بله از همه ارکا. از من کلان با برادرم هستن. بعد و همین خیلی بود که بسیار هیچ کس پیش پدر نمیتونستن که برن بشینن غذا بخورن، دیلم نمیشدن. اینقدر پدرم سختگیر بودن. نه برادر نه امکا نه یگان کس. چیزی که میشد من پیش درو میکردن. دادم گفت پولتیا یا که اکم گفت پولتیا. من به مالول میدارم آدم میگفتم اوچاتم خیلی گفت همسایه خیلی کار کرد، زنگ دادن همین کارا کرد، همه اخباراتم میدادن. میخندید و پدر نوات میگفت من بعد با آوازی
соро ҳози оят садвалиева хонандаи вай будан, опера будан. Якдам овози вая мекардам, якдам овози Дилрабо Аюбия мекардам, якдам овози Муқаддас Набӣ ва ҳамин ҳар овоз кати дар пешани сурудое мехондам. Ё мекардам, падарам механд мефки ина бит хила қабин. Хай акун медам ҳама чизе ки доштен, ширинӣ ки доштен да ман шумо доден. Дига бақияш да не. Ҳама муҳаббату ишқа да модарам гуфтам да ман доден дадаҷон. На, меҳри аввал гуфтам. пешай ту бо ҳастай чӣ хел меҳри аввал ҳака намедонам значит ҳамун шаб модари мана нақстар дӯст доштем бисёртар дӯст доштем ки ҳама чизи шумо да ман гузашта. баъд меям як сурудхонӣ мекардам, як чанд бор сурудо сабт кардаги будам дига, хонаводор шудаму бачадору ин падари кӯдако одами ваям як одами тиҷоратманди, одаме ки мефаҳмад зиндагия ҳамаша мегуфт ки дар хона ки ғазо мепухтаму нон мекардаму дигар ҳамин ҳофизӣ карда. баъд гуфт ки мана ин пул дар хориҷа зиндагӣ мекардем, ин пул рав як се чорта суруд забт мон гуфт ҳеҷ ки наброям фарзанду пага садои тия гӯш мекунанд, овози тия гӯш мекунанд. як чанд бор ҳамин сурудоя ҳамин чанд сол пеш ҳамин забт карда монда будем. акун ҳамин мегӯянд ки ҳар як боз мегӯм ки чизе ки да вай шир омад ба ҷон меброяд. ҳамин чизе ки да илика да кавлес мебиёяд ҳамун да хун ки ҳастай. акун одам мегӯянд 100 дам ки равад ба ҳамун то ҳамун каса ҳамун кора як ҳамаш мехонанд, хонаводагӣ ҳама аммаҳом ҳама мехӯранд. ҳамин масалан бародаром ба санъату бисёр ҳар як касе ки мебарояд, як хонандаи нав мебарояд ё ҳофизи нав мебарояд, ҳамаш шишта ҳамин як ним соат ҳамуна вай критикан хонаводаи мо. тагу тори вай бечора мебароранд ки аранжировкаш чӣ хел, садош чӣ хел, инҷа чӣ буд, ҳама вай даб далаша мебароранд ҳофизи нав. муҳаққиқони санъат дига номзадои илми санъат. аммае ки дар қишлоқ зиндагӣ мекунанд ҳеҷ вақт шаҳрак дагӣ нест. даб далаи ҳофиза мебароранд, либосш безеб мегӯяд, ҳамин оҳангаш ба анами рақс тоғри наомад, садош мега ба анаин музикаи ба ин чизо мувофиқ наёмад. ҳамаи ҳамина медонанд. барои ҳамин ман хушбахтам ки фарзандиам хеле одамам, модарам модари хубай, модари беҳтарин, модари манам хонанда буданд. дар вақташ ансамбли дуторчинавозон Лола буд, бо Саломат Қобилова, бо Мунира Раҳимова ва модари Дилноза Каримова, ба Маҳбуб Боирова, ино ҳамошон дар як ансамбл буданд. то ҳозир модарам қайди ҳаёт ҳастанд, худоро шукр. падар любов мекунанд, I love you мекунанд ба қавли духтарчаи ман, муҳаббат мекунанд, якдигарро мегиранд. баъд дига падар ҳар дуяшон аз ҳисор буданд? Не, модари ман духтари шаҳр аст. аз Душанбе. амин хулиганои южни. хушсахсах шух ҳастанд? хулиганка. беҳтарин. бисёр зани пуртоқат, як зане ки дар зиндагӣ вақти падарам аз дунё гузаштанд гуфтанд ки охи зан шаварат чанд бор иққату сухтӣ. гуфт ман бепадар будану бемодар будану модари ман як духтаранд, бе акау додар будан. магу акнун гу ман ҳис кардам ки вақте ки Тоҷиддин гузашт аз дунё, вақте ин буд гуфт як 10 занам ки мегирифт зинда мемонд болои сар. вақт зан гирифтан болот, инқадар зан гирифту дигару болои ҳаминам ту инқадар сухтию як ҷо будан, то охир не ки як ҷо будан ки сухтӣ. гуфт шавҳари ман гуфт яке аз мардои рақами яки Тоҷикистон давраи Союзи Шӯравӣ буд. гуфт шавҳари ман гуфт ситора буд. шавҳари мана гуфт пушти дарвозаҳо меомаданд, гуфт раҳ мепоиданд ки як бор бинанд. ҳар як духтар меомад. гуфт ман фахр мекунам ки ман зани ҳама одамам. ба ҳамин хотир фикр кунам баъзе рашк намекардам. шояд рашк мекардам, вале рашкро нишон намедодам. Не, рашки фикр мекунам модари ман то ҳозир ҳам хел як зани оромтабиати, зани шаттоҳ нест. тоҷикои мо меган ба қавли тоҷико худашон ки аз аҳли ҳунар буданд хуб дарк мекарданд. баъд масалан инқадар падарма дӯст медоштанд ки инқадар то ин дараҷа ки ҳар як хатои вая ба хурсандию ба хушҳолӣ қабул мекарданд. ҳар як хатои падари мана. мисол либосои падаратона ки омода мекард худаш? то як синфи 6 шудани мана модар мекардам.
بعد 36 شدم بعد من دادم همون با دخترها گذاشت بعد دادم فقط میگفت کی دادم میگفت کی وای میگفت کی وای پری روح من اوچا جان وای بروکی من اوچو کن کی وای بروک این همین رخ میموندن بروک مردونه رفتن همین مادرم هم یک خطا میکرد فقط همینجا دو تا رخ میموند کی دادم دی اونا پیش دادم همه یکی راست کن کی وای نتونست وای کرد وای تتر نتونست این کار کنه دارم میخندن میگفتن خیلی دخترات کلان شد دخترات کنن زنده باشد. امروز 75 سالگی تاج‌الدین محیدین هنرمند زنده‌یاد و عزیزی دل دیده خلق تاجیک را جشن گرفتیم با یک شکوه و شهامت خاصه و در شهر حصار زادگاهی در زادگاهی شما برگزار کردید. بله اونجا همین خانه مدنیت خانه فیلارمونی تاجیک شهر حصار شهر کمی شهر خورشید اونجا دیگه شهر حصار به نام پدرم هستن به نام تاج‌الدین محیدین هستن همون خیابونی که فیلارمونی اونجا جایگیر است خیابون به نام پدرم هستم به نام تاج‌الدین محیدین و میخواستم بگم تشکر زیاد به رئیس شهر حصار که اینقدر امروز یک جشنی با شکوه گرفتن یک جشنی مثلا جشنی که هم پر از احساس بود پر از حسیات های مثلا خرسندی بود هم حسیات های یاد بود و یک مثلا دلشکستگی هم بود که مثلا اگر شاید زنده میشتن حالا وزیر فرهنگ بودن شاید کی میدوند مثلا همکسبانی پدر همان نفران که در انسامبل بودن حاضر بیننده گر دلتون گم میشه دیدم گم میشه امروز دیدیم سلام علیک کردیم با عمرزی بودن رحیم شلایی بودن بهادر نعمت بودن همه همینا تکلیف کرده بودن رئیس شهر حصار باز یک بار دیگه تشکر زیاد به اون کس تکلیف کرده بودن برآمد کردن سخنهای خیلی گرمشان گفتن یادها کردن خندیدن بعضی کارهای پدر گفتن و خندن بعضی چیزای امروز شنیدیم که تا همین طول 27 سال پدر ما اینقدر آدمی سریوزنی بودن آدمی مثلا جدی بودن در جدی طبیعت بودن سختگیر جدی طبیعت بودن مثلا برای وی خنداندن یک فکر کنم 5 سال در کار بود که بعد وی تونی خنداندن که وی یک شوخی کنند ولی بینی بینید که بین رفیقای خودشون بین همون جماعت خودشون یک شوخی یا یک کارای میگذشت که مثلا ما نمیدونیم یک چیزی امروز نقل کردن که هم از همون زال خندید هممون خندیدیم یک گفتم ببین پدری ما از این طرفش هم فهمیدیم که خیلی شوخیای هم داشتین و خیلی رفتارای هم میکردین در زندگی دیگه خیلی جدی میدونستیم که به همین خاطر یک شب نشینی خیلی خوب شد همین روز تشکر زیاد مبارک باشد به فرزندانشون به شما عزیز دل دیدن بعد در آخر یک زمزمه زنده گوش میکنیم بعدا اینجا سرودهای شما رو پیشنهاد شنوندگان میکنیم و برنامه رو به انجام میرسونیم سلامت باشید خب مرحمت یک سرای یکی باز زمزمه های زنده زمزمه زنده خب کدوم که خودتون برای چی وقتی پیشی این که روی صحنه نیست نه در رادیو ثبتی مدام ما نمیدونم برای چی آدم اینجا میلیون ها شده امروز اکای بختیار گپی خوب گفتن بختیار ابراهیموف گفتم که اکای بختیار همین شما هم میشه که روی صحنه برید گفتم همین اینجا تا قاق میشد خشک میشد دهانتون خشک میشد گفت که ها پس گفتم من دیگه پریژیوت نمیکنم که چون من میبرم میگم برای چی من خشک میشه روی صحنه که میبرم آدم شما 30 سال شد حافظی میکنی حسیات حسیات باید هیجان باشه برای همین گفت ما باید دل کنترل کردن شد تا ما به خاطر گفت سپارسمینه اکای بختیار بعضا ازیاد برات لا 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 گفتن در کوچه بلجی راست یک سرود یک دوره‌های دختری بود یک حافظه بود حافظه هستن حالا هم بود نه هستن لوهیره مومین دخت از کنی بودم اویله فرقت سعید فستان بسیار صدای شیرین و خوب دارن شش مقام وای میکنن همین سرودای همین کسا من بسیار دوست می‌دارم دختر بودم گوش میکردم سرودای همین کسا از یادم سرودی هوای آمد اگر اجازه باشد همون سرود وای کنم خودم یادی تو کنم دلم شرر میریزه ترکی تو کنم لخت جگر میریزه تا آخر عمر اگر تو باشی با من تا آخر عمر اگر تو باشی با من در کاسه یابی من شکر میریزه در کاسه یابی من شکر میریزه سلامت باشد در کاسه شما در خاندان شما همه شکر باشد در لبان شما شکر باشد سلامت باشد
از صحبتاتون بسیار شاد شدیم از تشریفتون دائما پیوسته با ازیا پلیوز باشید پیوسته در همکاری و ما همیشه داغی اون هستیم که عزیزی دل دیده ها بمانید. سلامت باشید. تشکر با شما که شما دعوت کردید امروز من اینجا. یعنی یک فخر است برای من به خاطری که من اینقدر زیاد حالی روی صحنه نیستم و یک احترام گذاشتید و دعوت کردید. فخر کلان است. من فخر میکنم از من هم خیلی خوشحال گشتم از صحبتاتون بسیار معنی برداشتیم و این همکاری ها باوری دارم که بردوام خواهد بود. این مصاحبه اولین ما بود و بازم مصاحبه ها حالا زیاد میشه. ولی ما همکاری با کی بیژنجان سغدیان ما همکاری زیاد داریم چون که پدر این کس نویسنده هستن. موضوع همکاری ما فقط داد و گرفتی شعر و سخن و همین چیزا بله نو بنوای برآوردن میگیریم. بله که بیژنجان برآوردن میگیریم اومدن میگیریم نزد شما. سلامت باشید و همه نفران که با شما کار کرده ایستادن برای موفقیت میخوایم. خیلی خوشحال هستیم.